درود دوستان. محمد نعیمов از مایرون سانتوس در UFC در راوند سوم با نکاوت شکست خورد. محمد نعیمов توکل به خدا نکرد. خیلی روسا میگن ریسکاوت نکرد. باید که جنگ میکرد. باید توکل به خدا میکرد و میرفت خودش جنگ میکرد. از حریف میگریخت. همیشه قفا میرفت. نمیدونم محمد نعیمов بازش جنگ تایکواندو جنگی راستو است و میخواست گشتین گیره. از حریف ترسید و فقط در راوند 3 دید که باخته شده. در راوند 3 خواست که نمیدونم جنگ کنه، حریف رو نکاوت کنه و خودش ضربه خورد و خیلی ضربه‌های قوی بودن و محمد نعیمов افتاد، دیگه خسته نتونست و حریفش با این همون محاربه رو انجام داد. دوستان نمیدونم محمد نعیمov تیار بود، میدونست که مقابل کی مبارزه میبرد، باید تیاری خوب میدید، باید نمیدونم توکل به خدا میکرد، جنگ میکرد، نه که همین کارو نکرد. فکر میکنم همون سطح جنگی محمد نعیمov همینه، دیگه از اون بالا نمیشه. همین در همین سطح میسته، همون یک بار میبره، یک رقیب اگر کمتر انا سستر باشه هوای میزنه با بالا میره و همین خیلی ترشتاکش خوبه، همین خیلی همون گپ زنیش خوبه. فکر میکنم که همون مرتبه‌ای که داره در همین مرتبه میسته، برای که در UFC در کارهای گپ زنیش خوبه و تمام. من فکر نمیکنم که محمد نعیمov قهرمان UFC شود. دوستان این فکری منه، این شاید که شود، خداوند ما دعا میکنیم که محمد نعیمov قهرمان شود، ولی اینم چرا که در یک شعرای منم در کامنت ها می نویسن گپای قبیح میزنن وقتی که بچهای تاجیک بای میتین، ولی این آدمیزات های اما یک شعر است که از چی میکوشی که مردم راضی خود راضی کنی. این جماعت از خداوند اکثرا ناراضی اند، برای همین آدمیزات های و امیدواریم که در آینده بچهای تاجیک دست بالا میشوند. این یک نمیدونم در ACA بچه‌ها بای دادن، همش قریب که همش تکنیکی نکاوت بای دادن، با طریق نکاوت تکنیکی. محمد نعیمov نکاوت بای داد. این سال برای ورزشکارای تاجیک اونقدر خوب نگذشت. بچه‌ها فکرتون رو در کامنت ها نویسید. شما چی فکر دارید؟ من هر یک فکر شما رو در کامنت ها میخونم، میپذیرم، برای که این فکر شخصی شماه. شما همین چیزا با همون ذهن خودتون میبینید، مینویسید. این 100% شما باید فکرتون رو نویسید و فکر میکنم که همون ورزشکاران اینا رو میخونن، شاید که در آینده همون اشتباهات خودش و خطاهای خودش رو اصلاح کنن و قوی‌تر شوند و بهتر شوند. مثلا وقتی که ما میگیم کاردیو دیخالکا نداره، این او چی نیست که وایو مش نمیکنن، وایو مش میکنن، ولی این از غذا خوردن، از اوقات خوردن هم همون چی داره. باید که وقتی که تو محاربه داری، مسابقه داری، تو باید که روغنی زیاد نخوری، باید که شیرینی زیاد نخوری. بچه‌ها ما میخورن، باید که مغز چغز نخوری. اینا همش همون چی تا پاس میکنن، همون دیخانی تاکو پاس میکنن. باید همین چیزا رو از چی فقط انا آب جوش بخوری، در دخوفکا غذا رو تیار کنی، بخوری روغنیش کم باشه، از شیرینی تماما دست کشی. بچه‌ها ما همینا رو شاید نفهمن، زیاد سنیکرز شکلات رو میخورن، این دیخالکت پایون میکنه. روغنی مثلا آشی پلو، اینا دیخالکت پایون میکنن. این خطا است وقتی که بچه‌ها ما همین کارا رو میکنن. باید اینا رو بخونی، بفهمی که تو باید پیش این محاربه چی بخوری که همون چیز خوب باشه، همون کاردیو دیخالکت خوب باشه، در سطح بلند باشه. ای غذا این برای که وایو ماش یک روز دو بار ماش میکنن خوبن، نه که غذای نادرست میخورن. اینم یک چی هست، خطاگی است برای ورزشکاران. دوستان فکرات و نویسه. 4 ورزشکار در ACA، محمد نعیمov 5 ورزشکار باختن. ما باید ناامید نشویم. ان شاءالله که بچه‌های جوان هم حاضر از تاجیکستان تمرین میکنن و ان شاءالله که ما در آینده قهرمان خواهیم شد، چون که مردم تاجیک همیشه میخواد که با پیش روه و تاجیکستان رو معرفی کنند و همیشه ما افتخار کنیم که ما تاجیکیم. دوستان فکرتون رو در بابت جنگاورای تاجیک نویسید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون باد.